سلام برابکس، آرسام هستم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با چالش این که اگه بمیرم کارت کیندی هدیه میدم. لایک و ساب فراموش نشه بدون هیچ معطلی. بزن بریم واسه ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها شدیم. یکم میوه برداریم لازم میشه. خب حالا چوبمونو بکنیم. چی بود؟ فکر کنم اسکلتون تیر زد اما معلوم نیست کجا. اگه یه بار دیگه هم تیر بزنیم میفهمم. بس سرعت ویدیو هم زیاده چون ویدیو خیلی طولانی شد. برای ویدیو شورت خیلی طولانی میشد دیگه، مجبور شدم سرعت رو ببرم بالا. ما اینو از کرافتین تیبل رو کلنگ رو درست کنیم و بریم توی غار. غارم پیدا کردیم، خوب شد، نزدیک بود بهمون. میرم این ور کلنگ سنگی رو درست کنیم، بعد میریم میگردیم. این هم از این. خب بزن بریم این ور، سمت چپ رو انتخاب میکنم، بعد میرم سمت راست. اما باید یه چیزی ببرم که معلوم باشه، اصلا معلوم نیست اونجا. فکر کنم زغال دیدم. صبر کنید، نور گوشی رو تا آخر زیاد میکنم ببینم میبینم یا نه. بچه از من یه چیزایی معلومه ولی فکر نکنم از شما چیزی معلوم باشه. خب اگه معلوم باشه که خیلی خوبه. حالا چیزی پیدا نکردیم، میریم یه ور. به و زغالم پیدا کردیم، حالا میتونیم تورچ درست کنیم. خب اینا 4 5 6 تا داریم دیگه. 6 تا زغال داریم. خب اینم از تورچ. خب بهتر شد. به راستی بچه یادم رفت بهتون بگم هدف ویدیوم یه پیککس آیرونیه که حالا آیرونم خیلی زیاد شده. حالا باید فرنیس درست کنیم. بابا این از این. حالا فرنیس رو میذاریم، 3 تا لازم داریم دیگه، بقیهش بذاریم بمونه. نگاه چقدر آهن است اینجا. خب اینم از آب، اینجا آب هست. آها تمام. خب تمام. خب بچه من که چالش رو بردم. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.